سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت رپسرای تاجیک رالیک در پی نشر ویدیوی تاخیر منصبداران بلندپایه. مدیر شعبه شهرداری اصفهان برای پوره‌گیری جریمه بسته از منصب راندند. عبدالحلیم کرسی را به حلیمزاده سپرد. برکناری رئیس حزب سوسیالیست. جوانی را که شمعها را در کلیسا خاموش کرد به بیمارخانه روی فرستادند. هر دو مست بودند. 21,000 سومانی جریمه حبیبه بازارова و 15 روز حبس برکت سلیم. و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 23 ایول سال 2024 در صحیفه‌اش در فیسبوک از بازداشت رپسرای 25 ساله تاجیک رمضان مرادوف که در بین مخلصان رپ با تخلص رالیک معروف است خبر داد. بازداشت رالیک در پی نشر ویدیوی پر سر و صدایی که در کانال او در اینستاگرام صورت گرفت. رالیک در این ویدیو با لحن تند چندی از منصبداران بلندپایه تاجیکستان از جمله رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف، وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده و معاون اول او عبدالرحمن علمشاهزاده را تحقیر کرده. همچنین به رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده و داماد پرزیدنت شمسالله صایبوف تهدید میکند که حق حلال مرا برگردانید. فلشکی که در دستم دارم میدهم، اگر نه نشر میکنم او شر ندود است که در این فلشک چی مواد دارد. سبب با چنین لعن تند برابران بلندپایه مقامات حفظ حقوق در افتادن رالیک نیز معلوم نیست، ولی او یک ماه پیش در یک ویدیو گفته بود که گپ‌های گفتنی زیاد دارد. ولی در اینستاگرام به رادیوی آزادی مراجعه کردم، کسی جواب نداد. مرکز مطبوعات ملیسای دوشنبه در خبر رسمی بازداشت این رپسرها به ویدیوهای پر از تحقیر و بهتان نسبت به کارمندان مقامات دولتی ربط داشتن حبس او را تصدیق کرده است. ملیسا میگوید صحنه 23 ایول سال جاری برای در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام نشر نمودن نوارهای پر از تحقیر و بهتان نسبت به کارمندان مقامات دولتی از جانب کارمندان ملیسای پایتخت شهروند مرادوف رمضان سال 1998 ساکن شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. خود رالیک و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی ملیسای دوشنبه نوشته است ضمن سنجش معین گردید که نامبرده از سبب استعمال واسطه‌های نشه‌دار در حالت نهایت سخت مدوشی قرار داشته نوارهای مذکور را نیز در حالت مدوشی ثبت و نشر کرده است. ملیسا در اطلاعیه‌اش تاکید کرده است که رالیک همچون نشأمند در قید مؤسسه دولتی مرکز جمهوری کلینیکی بیماری‌های نرکولوژی قرار دارد. در اطلاعیه گفته شده است که حالت مذکور مورد تفتیش پیشکی قرار داشته مواد ضروری ترتیب داده شده است، اما ملیسا شرح نداده است که آیا به ضد رپسرها بر اساس کدام بند قانون پرونده گشودند. این بار اول نیست که رالیک پس پنجره میافتد. صحنه 5 سپتامبر در حدود ناحیه شاه منصور رالیک نسبت کارمندان ملیسا که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی و تامین ترتیبات جمعیتی قرار داشتند به احترامی ظاهر نموده با الفاظ قبیح شأن و شرف آنها را پس زده است. همزمان نامبرده به عمل و رفتار ناپسندیده خود به طلبات قانونی کارمندان ملیسا اطاعت نکرده به اجرای عهده‌داری‌های خدمتی کارمندان مقامات ملیسای شهر دوشنبه ممانعت ایجاد نموده است. آن وقت رالیک با جرم اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمندان ملیسا از جانب دادگاه ناحیه شاه منصور به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده بود. رالیک اساساً در موضوعهای عشق و مشکلات جوانان تاجیک در سبک رپ ترانه می سرود. کانال او در یوتیوب رالیک آفیسیال که بیش از 400,000 ابونشی دارد و برخی ترانه هایش از جمله دانه دانه و کبوتر چندین میلیون تماشابین جمع کردند. اما سال 2023 مالک شرکت صلاح جامعه چند رپسرهای معروف تاجیک از جمله شان امسی و رالیک را بچ فرستاد و آنها از جمله رالیک بعد زیارت مکان مقدس از ادامه خواندن رپ دست کشیدند. بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اصفهان روز 22 ایول سال 2024 در نشست خبریش با جرم تصرف مبلغ‌ها و به جوابگری جنایتی کشانده شدن یک منصبدار بلندپایه شهرداری را تصدیق کرد و گفت اسکندر شفیعیان مدیر شعبه تشکیل کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر اصفهان هم جریمه بسته شد و هم از منصب خود محروم گردید. کارش تا سود رفت.
سو جزای خود را تطبیق کرد، یعنی جریمه تعیین کرد و شفیعیان از وظیفه آزاد کرده شد. خبر داد شهردار اسفره اما بهادرزاده در این باره که حکم شفیعیان کی و از جانب کدام دادگاه صادر شد و او چند سامانی جریمه بسته شد یگان اطلاع دیگر نداده است. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان روز 29 اپریل سال 2024 از انجام تفتیش پیشکی و به دادگاه سپردن پرونده جنایتی به ضد اسکندر شفیعیان، یک منصبدار بلندپایه شهرداری اسفره، با اتهام گرفتن پوره به مبلغ خیلی بزرگ 180,000 سومونی یا بیش از 16,000 دلار در عوض جدا کردن قطعه‌های زمین خبر داده بود. اسکندر شفیعیان مدیر شعبه تشکیل و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر اسفره یکی از دو منصبدار بود که ماه ینور سال 2022 در جریان مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان تیر خورده بودند. شفیعیان اون وقت بیش از 5 ماه را در بیمارستان‌ها برای طبابت صرف کرده تنها 1 ایول سال 2022 توانست به کار برگردد. خود شفیعیان یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون گفته بود جنایت‌هایی که این منصبدار به صادر کردن آنها عیبدار می شود سال 2021 هنوز تا تیر خوردن او در مرز با قرقیزستان صادر شدند. در رابطه به حالت مذکور نسبت به اسکندر شفیعیان پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد آغاز کرده بودند. این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 شنجنده برای صبح، یعنی از 105,200 سومونی تا 157,480 سومونی، یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 8 تا 12 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین به مدت تا 5 سال یا بدون آن پیش بینی میکند. ولی تجربه دادگاه تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند. جدا کردن قطعه زمین در تاجیکستان اولیش روزافزون به یکی از عرصه‌های اعظم فساد زده تبدیل یافته است و قریب بر ما درباره بازداشت چندین منصبدار محلی با جرم گرفتن پوره در عوض وعده جدا کردن زمین خبرها به دست میرسند. روز 23 ایول سال 2024 در انجمن غیر نوبتی حزب سوسیالیست تاجیکستان که در دوشنبه در تالار دانشکده زبانها دایر شد و همگی 35 دقیقه دوام کرد، رئیس این حزب عبدالحلیم غفاروف بعد 20 سال رهبری از رهبری کنار رفت و نفر تا حال در عرصه سیاسی جمهوری ناآشنای با نام غلام حلیمزاده رئیس نو سوسیالیست‌های تاجیک انتخاب شد. حلیمزاده که تا کنون رهبر سازمان ولایتی حزب سوسیالیستی را در ولایت سوغد به عهده داشته است، رئیس اینک چهارم این حزب شد. در انجمن مسئله عوض کردن رئیس حزب را معاون اول رئیس آن معروف جان یوسفوف در میان گذاشت و با اشاره به اینکه سن عبدالحلیم غفاروف از 73 گذشت و سلامتیش نیز خوب نیست، خبر داد که گویا خود غفاروف از ریاست کمیته مرکزی حزب سوسیالیست تاجیکستان خواهش نمودند که با همین نظر داشت او را آزاد نموده به جای او یگان نفر جوانتر با مسئول راستقول و وطن دوست را انتخاب نماییم. این در حالی است که همگی 3 روز قبل خود عبدالحلیم غفاروف سر و صداها درباره برکناریش از مقام را رد کرد. می گفت که در انجمن دیگر باره نامزدیش را برای رئیس حزب پیشبری خواهد کرد. در هر صورت در انجمن 3 نامزد برای رئیسی حزب پیشبری شد. 2 آنها نامزدی خود را پس گرفتند و غلام حلیمزاده رئیس انتخاب شد. درباره سابقه سیاسی غلام حلیمزاده یگان معلومات دیگری بجز از رئیس سازمان سوغدی حزب سوسیالیست بوده است وجود ندارد. او در پی انتخاب شدنش وعده داد که برای به قله‌های نو رساندن حزب تلاش خواهد کرد. در انجمن روز 23 ایول معروف جان یوسفوف مقام معاون اول رئیس حزب را پیش خود حفظ کرد و سعادت اشور و مرتضی احمدوف نیز دیگر باره معاونان رئیس حزب سوسیالیست را حفظ کردند. در ماه‌های اخیر در تاجیکستان روند تبدیل رئیسان حزب‌های سیاسی و به جای رئیسان سالخورده آوردن رهبران نو جوانتر به نظر می‌رسد. از جمله ماه می سال روان به جای وکیل 63 ساله پارلمان سید جعفر عثمانزاده ژورنالیست 34 ساله ظاهر ابرار رهبر نو حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب شد. همین طور روز 20 ایول غیاث‌الدین اشورزاده که 48 سال دارد به جای رستم رحمتزاده 64 ساله رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان انتخاب شد. بنا به اطلاع دریافتی قرار است چنین جوانسازی در رهبری حزب اگراری
که رئاستش را فعلا وکیل پارلمان رستم لطیفزاده در دست دارد انجام داده شود. برخی ناظران چنین جوانسازی را به انتقال احتمالی قدرت از پرزیدنت کنونی امامعلی رحمان به پسر 36 سالش رستم امامعلی ربط می‌دهند و میگویند مقامات نمیخواهند که در انتخابات پیش از مولت پرزیدنتی در برابر رستم امامعلی از احزاب دیگر یگان رهبر صلح‌خورده پیش بری شود. منتقدان اکثر اسپای در تاجیکستان رسما ثبت نام شده را اسپای طرفدار حزب حاکم مینامند و برای اینند که آنها در معرکه‌های سیاسی که در جمهوری برپا کرده میشوند از جمله در انتخابات ها تنها نقش مسافکه را اجرا میکنند تا که معرکه ها را پررقابت و دموکراتی نمایش دهند. اما در اصل میگویند منتقدان فایزهایی که این حزب‌ها در انتخابات ها به دست میآورند ساخته بوده. مقامات خود حل میکنند که بین آن حزب چند فایز و یا چند کرسی وکیلی توفه کنند یا نکنند. آنها از جمله حزب کمونیستی را یادآور میشوند که یک وقت مورد قهر مقامات قرار گرفت و تنها بعد تبدیل رئیسش با طلب مقامات توانست به هیئت پارلمان برگردد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. داستانی شهر مسکو روز 23 ایول سال 2024 خبر داد که دادگاه نویه سیوزنای پایتخت روسیه حکم خود را در قبال یک جوان 20 ساله زاده تاجیکستان که به خاموش کردن شمع‌ها در کلیسای پروسلاوی عیبدار میشد صادر کرد. این حادثه 18 ایون سال 2024 رخ داده بود. کارشناسان به خلاصه آمدند که این جوان گرفتار بیماری‌های روحی بوده، مسئول عمل خود نیست و برای جمعیت خطر داشتن عملهای انجام دادهش را درک نمی‌کرد. بنا به خلاصه کارشناسان این جوان باید برای طبابت به بیمارستان مخصوص فرستاده شود. بنا به اطلاع دادستانی مسکو، دادگاه با در نظر داشت موقع دادستانی منطقه سیوزنه متهم را به طبابت مجبوری در مؤسسه طبی مخصوص محکوم کرد. دادستانی مسکو نام این جوان را ولی قبلا گزارش شده بود که او اسکر بوتایف نام دارد و از تاجیکستان است. طور قبلا خبر دادیم اسکر بوتایف روز 18 ایون سال 2024 روزانه به کلیسای فیودور اوشاکوف واقع در منطقه یوژنای بوتووا در نزدیکی ایستگاه مترو بولوار ادمیرال اوشاکوف آمده در داخل کلیسا نسبت به مذهب پروسلاوی به احترامی ظاهر کرده با مقصد تحقیر احساسات دینی پیروان مذهب پروسلاوی شمع‌هایی را که دینداران در جریان مراسم دینی فروزان کرده بودند خاموش کرده است. سراسر تفتیشات مسکو گفت به بالای این بوتایف بعد خاموش کردن شمع‌ها یک زن نمازگزار را که به رفتارش ایراد گرفته بود تله داده است. در ویدیویی که نمازگزاران ثبت کرده بودند دیده می شود که یک جوان جای نماز در دست وارد کلیسا شده شمع‌ها را خاموش می کند و پروایی هم ندارد که او را در این لحظه در ویدیو ثبت کرده ایستادند. بنا به اطلاع دریافتی بعض اسکر همگی چند روز قبل به مسکو آمده در یک هاستل در قریبه کلیسای فیودور اوشاکوف زندگی میکرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 24 ایول سال 2024 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که هنگام ایفای وظیفه از جانب کارمندان BDA یوگایی واسطه نقلیات تمغه رنج روور رقم قید دولتیش 5328 MH01 بازداشت کرده شد. در نتیجه سنجش معین گردیده است که واسطه نقلیات به شهروند بازار و حبیبه تعلق داشته. او دیده و دانسته اداره واسطه نقلیات را به شهروند برکت سلیم واگذار کرده است و آن هم در حالی که هر دو در حالت مستی قرار داشتند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده نسبت به بازار و حبیبه جریمه مأموری به اندازه 300 نشان دهنده برای صبح برابر به 21600 سومونی یا قریب $2000 تعیین گردیده. برکت سلیم به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد. خود حبیبه بازارو و برکت سلیم و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات دغل‌ترین قاعده ویرانکنی به شمار می رود، چون این راننده دیده و دانسته جان خود و دیگران را زیر خطر می گذارد. تاکید شده است در اطلاعیه ملیسای پایتخت تاجیکستان درباره حبیبه بازارو بجز اینکه در وقتش دانشگاه فدرالی شرق دو را در شهر ولادیوستوک روسیه ختم کرده است معلومات دیگری به دست نآمد. اما نام برکت سلیم سال 2019 بر روی خط سیاه
وزارت کارهای داخله در بین رانندگانی که جریمه های برنامه شرک بخطر را پرداخت نکردند افتاده بود. وزارت کارهای داخله اون وقت خبر داد که ساکن کوچه نعمت قربایف برکت سلیم با ماشین تمغه تویوتا کرولا رقم‌های قید دولتیش 5533 AH01 کم از 6 مرتبه برای ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه به دوربین شهر بخطر افتاده ولی جریمه‌هایش را نسپرده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 22 ایول سال 2024 در دو صدمه نقلیاتی در جماعت سیویستان نویه دنغره و ثروت استقلال نویه کوشانیان 2 نفر جان باخته چند تن دیگر جراحت برداشتند. 22 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 13:10 راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا سعیدوف جاویدان سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در شورای اتومبیلگرد دوشنبه کولوب واقع در جماعت دیوت سیبستان نویه دنغره از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده ماشین را چپ کرده است. در نتیجه مسافر داخل ماشین میرزا علی و شهلا سال تولدش 1969 ساکن نویه فرخار در جای حادثه به هلاکت رسیده. خود راننده سعیدوف و مسافر دیگر ماشین مذکور قاسموف صادق سال تولدش 2006 ساکن نویه حمدانی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. 22 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 12:10 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز فریدونوف دولتیار جمعایویچ سال تولدش 1993 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت از سمت 5 پایان به سمت شهر بختر در حدود جماعت دیوت ثروت استقلال نویه کوشانیان از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به پایه‌های بتونی قبور آبگذر برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین یتیم و مرجانه سال تولدش 1986 ساکن نویه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که تا 31 ایول سال 2024 در جمهوری هوا بعد رکوردی گرم می شود. دمای هوا به حد 43 درجه در نواحی توبه جمهوری، ولایت سوخت تا 46 درجه، در قلمرو ولایت ختلان از 37 تا 40 درجه گرم و در قطار نویه‌های کوهی و نزد کوهی و نویه دروز 42 درجه گرم می شود. افزایش دمای هوا در نویه‌های کوهی و بلندکو می تواند سببگار آب شدن پیریخ‌ها و برف‌ها شود و این به بالوروی سطح آب و رودخانه‌ها آورده رساند. چند توصیه مهم برای روزهای گرم از کمیته ولایت‌های فوق‌العاده: طول روز رضاهای خانه‌تان را پوشیده نگاه دارید. شبانگاه وقتی حرارت هوا در کوچه پایین است می توانید رضاها را باز مانید. نگذارید که حرارت بدنتان خیلی گرم شود. بیشتر آب نوشید. در تن لباس‌ها از متاع‌های طبیعی داشته باشید. تا امکان دارید خود را احتیاط کنید. هنگام استراحت و آببازی خیلی باید احتیاط کرد. قاعده‌های حضور در مخزن‌های آب، ساحل رودخانه‌ها و کانال‌ها، آب انبارها را رعایت نمایید. آدمایی که از بیماری‌های قلب رنج میبرند در گرما چی باید کنند؟ همیشه داروهای تعیین شده را با خود داشته باشید. در آفتاب خود را نسوزانند و کوشش کنند از نورهای سوزان آفتاب دوری جویند. اگر کوچه خیلی گرم باشد خوب می شود از خانه بیرون نشوند. روزانه نه کمتر از 1 لیتر آب نوشند. به نظام طعام‌ها و غذاهای پرهیزی گذارند. خیلی مهم است که شراب استعمال ننمایند و سیگار هم نکشند. در حال پیش آمدن حالت‌های ناگوار با تلفن‌های 223 13 11 و 112 و کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر دهید. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.